اما بچه‌های عزیز رسیدیم به صفحه 5 کتاب درسی، آخرین صفحه از درس اول کتابمون. خب بریم سوالات این صفحه رو هم با هم بررسی کنیم، ببینیم که در مورد چی میخواد صحبت کنه. خب بچه‌ها گفته که کار در کلاس 5 کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است. دیگه استاد شدید، دیگه وارد شدید، مشخص باشه متمایز باشه. میگه اونایی هم که مشخص کننده یک مجموعه است با نمودار ون نشون بدید. خب باش. الف، عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب بچه‌ها دوباره حرف معروف من چی هستش؟ این هستش که شما از هر آدمی بپرسید عددهای صحیحی که مثبت باشن و از 10 کمتر باشن، جوابی که بهت میده میگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و سلام. از تمام آدم‌های دنیا که یه ذره ریاضی وارد باشن درش همین جوابو میگیری. یعنی جوابت مشخصه، یعنی جوابت معینه، یعنی جوابت کاملا معلومه چیه. واسه همین چون هم مشخصه هم اعضاش غیر تکراریه و متمایزه یه مجموعه است. ونشو میخوای؟ باشه، توی مستطیل، توی دایره، توی منحنی بسته. حالا اینجا توی مستطیل نشون دادم، دوست داشتم توی مستطیل نشون بدم. تو میتونی کجا رسم کنی؟ تو میتونی یه دایره رسم کنی. یه دایره رسم کن و توش 1 تا 9 رو بنویس. هیچ فرقی ندارد، بالاخره نمودار ون هستش. خب بچه‌ها بعدی شمارنده های اول عدد 19. بچه‌ها همونطور که بهتون گفته بودم شمارنده های عدد 19 چیا هستن؟ 1 و 19. درسته؟ اولو من فعلا نمیگم. شمارنده های عدد 19 1 19 تا هستش. عدد اول دیگه، خودش عدد اوله. حالا 1 و 19 شمارنده های این عدد هستن. درست؟ از بین 1 و 19 کدومش اوله؟ از بین 1 و 19 کدومش اوله؟ 19. خود 19. یعنی وقتی میگه شمارنده های اول عدد 19، من میگم آقا شمارنده های 19 میشه 1 و 19. از بین 1 و 19 عدد 1 به دلیل اینکه نه مرکب است نه اول در مجموعه من جایی ندارد، جایگاهی ندارد، حضوری ندارد و اون عدد اولی که در واقع وجود دارد و به عنوان شمارنده اول 19 هست خود 19 هست. پس میشه بچه تک‌عضوی 19. خب تک‌عضوی 19 هم یک مجموعه تک‌عضوی و یک عضوی است و نمودار ونش هم میتونیم با هر شکل بسته‌ای مشخص بنماییم. بعدی عددهایی که 6 وجه یک تاس معمولی. خب بچه منظورش از تاس معمولی تاس استاندارده، تاسیه که توش از 1 تا 6 رو تو ببینی. خب عددهای یک تاس از 1 تا 6 الان هم گفتم، خودتونم میدونید، به بارها هم مارپلو و منچو از این نمیدونم نرتخته و از اینا بازی کرد، میدونم که میدونید. خب تاس دیگه، همه تاسو دیدن دیگه. یعنی چی میدونم که میدونید؟ همه تاسو دیدن میدونن که از 1 تا 6 یه تاس استاندارد از 1 تا 6. خب از 1 تا 6 هم عدد تا کاملا مشخصه، متمایزه. تمام. پس یک مجموعه رو مشخص میکند. اینم ونش. مستطیل کشیدم. دوست نداری دایره بکش، دوست نداری لوزی بکش، دوست نداری یه شکل بسته بکش، مجموعه عضواشو بریز توش. تمام. جوابهای معادله 2x به اضافه 8 مساوی 1. خب بچه‌ها این معادله رو حل کنیم. 2x به اضافه 8 مساوی 1. یه خط از اینجا من رسم میکنم، مدلمه. 2x مجهول هست، نمیدونیم چیه. سمت چپ مساوی فعلا باقی بماند. کلمه مساوی اینجا نوشته بشود. عدد 1 در سمت راست باقی بماند. یک جابجایی و یک نقل و انتقالاتی خواهیم داشت. ما در فصل نقل و انتقالات قرار است که عدد 8 بیاید سمت راست، به دلیل اینکه معلوم ها بچه باید یه طرف باشن، مجهول ها یه طرف. مجهول ها اونایی هستن که متغیر دارن و معلوم ها عددهای در واقع عددهای ما هستن. 8 بیاد این طرف، فقط یادم نره اگه مثبت بشه بیاد این طرف مساوی میشه منفی، اگر منفی باشه بیاد هر طرف مساوی میشه مثبت. یعنی هر وقت بخوای یه عدد یا یه متغیر رو جابجا کنی باید علامتش رو قرینه کنی. مثبت 8 بیاد اینور میشه منفی 8. حالا 2x که چیزی ندارد باش جمع و تفریق بکنم، میام اینجا 1 منهای 8 میکنم. بچه‌ها 1 منهای 8 بخوای بکنی 1 تومن پول داری، 8 تومن قرض داری. من به بچهای سال 7 و 8 اینطوری درس میگم. مثبت یعنی پول داشتن، منفی یعنی قرض داشتن. 1 تومن پول داری، 8 تومن قرض داری. اگه با اون 1 تومن پولت 8 تومن قرضتو تصفیه کنی، تو در نهایت باز هم قرض خواهی داشت، اما دیگه تصفیه کردی. یه دونشو چند تا تصفیه کردی؟ یه دونه تصفیه کردی و در نهایت 7 تا باقی خواهد موند. پس بچه 2x میشه منفی 7
پس از اینجا x خواهد شد منفی 7 رو بنویس، یه خط کسری بکش، 2 رو انتقال بده به پایین. x خواهد شد منفی 7 دوم یا همون منفی 3.5 خودمون، اعشاری منفی 3.5. خب بچه جواب های این معادله یه دونه منفی 3.5. خب این منفی 3.5 آیا میتواند یک مجموعه باشد؟ بله که میتواند. آیا منفی 7 دوم یا همون منفی 3.5 میتواند بیانگر یک مجموعه باشد؟ بله. یه مجموعه یک عضوی هستش که یه عضو اعشاری دارد، کاملا هم مشخصه چیه، کاملا هم چون یه عضو دیگه متمایز بودن معنایی نداره، یه عضو داره دیگه، یه عضو داره، پس این کاملا یک مجموعه را مشخص میکنه. جواب این معادله که عبارت شد از منفی 7 دوم یا منفی 3.5 یه مجموعه میباشد. خب ونش هم که گفتیم بچه‌ها، ونش رو اینجا نشون دادیم. این از این. خب ادامه بدیم بچه‌ها. 4 میوه خوشمزه. بچه‌ها دیگه میدونید دیگه، یه چیز سلیقه‌ایه تو رو خدا، یکی از یه میوه خوشش میاد اون یکی خوشش نمیاد، یکی از نظر یکی یه میوه خوشمزه است، از نظر یکی دیگه بدمزه است. 4 میوه خوشمزه مشخص نیست کدوم 4 تا میوه رو میگی؟ کدوم 4 تا میوه رو میگی؟ مشخص نیست، مجموعه نیست. خب بچه‌ها قسمت واو گفته که عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منفی 8. خب اون عددهای منفی که از منفی 8 هم بزرگترن. خب بچه‌ها میدونید دیگه، از منفی 8 بزرگتر بخوایم بگیم منفی 7، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، منفی 2، منفی 1. دیگه صفر و مثبت ها رو ننوشتم. آقا به چه دلیل ننوشتم؟ چون گفته اون عددهایی که میخوام بزرگتر از منفی 8 باشه باید منفی باشه. بنابراین خودتونم میدونید دیگه بچه‌ها، مثل بچه محور رو میدونید دیگه. این محور، این صفر، این موضوع تو رو خدا زشته اینو بگم ولی میگم دیگه هر چقدر به سمت راست بریم اعداد بزرگتر میشه، هر چقدر به سمت چپ بریم اعداد کوچکتر میشه. بنابراین منفی 8 که به فرض اینجا باشه، اینجا منفی 7، منفی 6 تا اینجا منفی 1. از منفی 8 بزرگترها چون به سمت راست بریم بزرگتر میشن، از منفی 7 نوشته میشه تا منفی 1 که اینجا نوشته شده. خب حالا میگه این مجموعه هست یا نه؟ خب بچه مشخصا دوباره همین سوالات در کل کره زمین از مریخیان بپرسی اینو بلدن، میدونن چی عدد صحیح منفی بزرگتر از منفی 8. این 1 2 3 4 5 6 این 7 تا عدد میشه. این 7 تا عددهای صحیح بزرگتر از منفی 8، منفی و بزرگتر از منفی 8. خب بنابراین چون مجموعه هم مشخصه هم متمایز، میتونم به قطعیت و با جرأت و با اطمینان 100% بگم که این کلمه فارسی و این حروف فارسی که تو نوشتی و من به زبان ریاضی با عضو نوشتم یک مجموعه رو مشخص میکند. اینم نمودار ونش که انداختم توی مستطیل، همونطور که گفتم میتونی تو هر شکل بسته دیگه ای هم قرار بدی، ولی بچه‌ها ما کلا تو دایره نشون میدیم. حالا اینجا من تو مستطیل نشون دادم، هیچ مشکلی نیست. خب ادامه بدم بچه‌ها، ادامه بدم. بریم سراغ تمرینات درس اول. گفته که متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بنویسید. یعنی عدد داده گفته فارسی بنویس، عدد داده گفته فارسی بنویس و برعکس، یه جایی فارسی داده گفته عدد بنویس، یعنی عضواشو بنویس. خب بچه‌ها 1 8 27 64 125. اگر دقت کنید یه لحظه بچه‌ها 8 همون 2 به توان 3 هست، 27 همون 3 به توان 3، 64 همون 4 به توان 3، 125 همون 5 به توان 3، یک هم همون 1 به توان 3. یعنی چی؟ یعنی اولا شما در سال هفتم خوندید توان 3 همون مکعب اسم دیگهش به توان 3 است. یعنی وقتی میگم مکعب 1 یعنی 1 به توان 3، مکعب 2 2 به توان 3، مکعب 3 3 به توان 3، مکعب 4 4 به توان 3 الی آخر، یعنی به توان 3. درست؟ خب الان 1 به توان 3، 2 به توان 3، 3 به توان 3، 4 به توان 3، 5 به توان 3. من اینو بخوام فارسی بگم چی میتونم بگم بچه‌ها؟ میتونم بگم مجموعه مکعب عددهای طبیعی کمتر از 6. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی من عددهای طبیعی که دارم کمتر از 6 1 2 3 4 و چیه بچه‌ها؟ 5. خب میگه مکعب این عددهای کمتر از 6 یعنی 1 به توان 3، 2 به توان 3، 3 به توان 3، 4 به توان 3 و 5 به توان 3. مکعب عددهای طبیعی کوچکتر از 6 میشه 1 به توان 3، 2 به توان 3، 3 به توان 3، 4 به توان 3، 5 به توان 3 که همون
1 8 27 64 125. یعنی یه مجموعه‌ای که به زبان ریاضی و با عضواش نشون داده شده رو با یه عبارت فارسی جایگزین کردم. اینم از این. خیلی ساده. خب بریم جلوتر بچه‌ها، بریم ببینیم که بعدی چی گفته. 10. خب مثلا من برای خودم قبل از اینکه اسلایدمون بیاد مثلا من میگم اولین عدد مثلا دو رقمی زوج. از خودم یه چیزی گفتم دیگه. اولین عدد دو رقمی زوج 10. عددی که 4 شمارنده دارد و شمارنده هایش 1 10 2 5 است. هر عبارتی که توش فقط بتونید 10 رو بنویسی میشه جواب مثلا اینو ببینیم چی نوشته. پس اینو فهمیدیم که 5 عضو داره. گفته تعداد عضواش هم مشخص کنی. خب بچه‌ها تعداد عضواش یعنی بشمار دیگه چند تا عضو داره. 1 2 3 4 5 عضو داره. خب اینو ببین. اعداد طبیعی بین 9 و 11 کاملا درست. یک عبارتیه که مشخصا جوابش میشه تک‌عضوی 10. عدد 10 هست که یه عدد طبیعی هست و بین 9 و 11 قرار داره و چند تا عضو داره؟ یه دونه عضو داره. خیلی ساده. بریم بعدی بچه‌ها. طبیعی مضرب 5 کوچکتر از 100. خب بچه‌ها مضرب های 5 رو بلدید. اولا گفتم مضرب رو با شمارنده اشتباه نگیرید. مضرب 5 یعنی چی؟ یعنی 1 5 تا، یعنی 2 5 تا، اینا 1 5 تا، 2 5 تا، 3 5 تا، 4 5 تا جایی که از 100 کوچکتر باشد و مضرب 5 هم باشه. خب بچه‌ها چون 100 مضرب 5 و 3 رقمیه 5 تا ازش کم کنی یعنی 95. آخرین مضرب 5 که از 100 کوچکتر خواهد شد 95. بنابراین این خسته شدم بالاخره یه جایی یعنی در عدد 95 باید تموم بشه. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 و 95. عضوهای این مجموعه اینها بود که این 3 نقطه به دلیل خسته شدن بود. حالا بچه‌ها میگه که این عددها الان جالب شد. این عددهایی که الان نوشتی چند تا عضو داره؟ 19 تا. اشتباهی که بچه‌ها من میبینم تو امتحانا میکنم میدونین چیه بچه‌ها؟ مثلا دارم میگم مثلا من اینجا نوشتم 5 10 15 23 نقطه 95. از دانش آموز میپرسم چند تا عضو داره، میگه آقا 5 یه دونه، 10 2 تا، 15 3 تا، 24 تا، 95 هم 5 تا. می نویسه 5 عضو دارد. کاملا اشتباهه. میدونید چرا بچه ها؟ چون خسته شدم ها رو ندیده. چون اون خسته شدم هایی که اینجا باید نوشته بشه که عبارتند از 25 30 35 40 45 وای 50 55 60 65 70 75 80 85 90. این 3 نقطه همه این عددها رو در درون و در دلش جای داده. به دلیل خسته شدن این 3 نقطه گذاشته شده. چون خسته شده دیگه نمیخواسته این عددها رو بنویسه. برای جلوگیری از تکرار و اینکه با همین روند داره ادامه پیدا میکنه 3 نقطه رو گذاشته و این 3 نقطه شامل این همه عدده. بنابراین دقت کنید بچه‌ها، وقتی میخواید عضو بشمارید و 3 نقطه دارد باید همه عضوها رو بنویسید و الان اگه از 5 و 10 و 15 و 20 و مابقی و 95 هم بشمارید میشه 19 تا عضو. پس 3 نقطه گولت نزند. 3 نقطه رو اول مشخص کن چیا هستن و بعد عضو بشمار. پس فهمیدی چرا سوال خواسته عضو رو بنویسی؟ چون ممکنه یه نفر اینطوری مجموعه رو بنویسه خسته شدمش هم بنویسه بعد تو شمردن عضواش اشتباه بکند. خب بریم بعدی بچه‌ها. طبیعی بزرگتر از 4 کوچکتر از 5. خب مشخصه دیگه بچه‌ها، انقدر کار کردیم از اینا. از 4 بزرگتر باشه از 5 کوچکتر خودش هم طبیعی وجود نداره. اعشاری کسی میتونن بگم بیشمار تا وجود داره ولی دیگه طبیعی وجود نداره. بعد 4 و قبل 5 عدد طبیعی دیگه ای وجود نداره و مجموعه توهی مشخص میکنه و عضو نداره. عضو ندارد یعنی چند عضو دارد؟ 0 عضو دارد. عضو ندارد یعنی 0 عضو دارد دیگه، عضو ندارد. خب بچه‌ها مورد بعد چی گفته؟ گفته عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار دارد. خب واقعا یک مطلب خنده‌داریه کتاب. شرم بر تو، این چه سوالیه که به بچه نهم مطرح می‌کنی؟ اینو بچه ابتدایی هم میدونه که بین 4 و 7 اصلا منفی نیست. بابا بین 4 و 7 مثبت دیگه، 5 و 6 دیگه، چی میگی آخه منفی؟ بچه اشتباه کرده، شما ببخشید، به بزرگی خودتون ببخشید. 4 و 7 مثلا دارم میگم. خب بچه بین 4 و 7
دو تا عدد قرار داره 5 و 6 منفی نیستن که همشون مثبتن دیگه، منفی ها که قبل صفرن. بنابراین عدد صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار داشته باشه وجود نداره. خب وجود نداره یعنی عضو ندارد. این مجموعه هیچ عضوی ندارد. بیانگر و نشان دهنده مجموعه تهی هستش. بعدی عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشن. بچه‌ها خیلی از اینا دیگه بحث کردیم، مضرب 7 و اول و دو رقمی و مضرب 7 7 1 تا، 7 2 تا، 7 3 تا، 7 4 تا، 7 5 تا، 7 6 تا. خسته شدم دیگه ننویسم دیگه بچه، خسته شدم معنیشو خیلی فهمیدید دیگه، یعنی دیگه تا آخر ادامه داره، همینطور هفته هفته زیاد میشه. خب مضرب 7 شو اوکی کردم، این است. دو رقمیشم اوکی کنم. خب دو رقمیشو اگه بخوام اوکی کنم 7 باید حذف کنم. دو رقمیشم اوکی شد. اولشو اوکی کنم 14 21 28 35 40. بچه‌ها همه اینها قبول دارید که مرکبن. شمارنده هاشو بنویسید، میبینید که همه این اعدادی که اینجا نوشته شده مرکبن و به دلیل این هستش که مضرب 7 یعنی همشون یه شمارنده اضافه 7 به غیر از یک و خودشونو دارن. مثلا 14 1 14 تا 2 7 تاست. مثلا 21 1 21 3 7 تاست. مثلا 21 28 1 28 4 7 تاست. یعنی همشون در شمارندهشون اگر بخوایم بنویسین 7 دارن، علاوه بر یک و خودشون یه شمارنده اضافه دیگه هم دارن. همین مطلب بیانگر اینه که همه این عدد ها مضرب 7 و همشون از دم چیه بچه ها؟ مرکبن. و چون مرکبن عملا بای بای، 3 نقطه بای 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 بای، تمام. هیچ کدوم اول نیستن. یعنی این عبارت هیچ عضوی را مشخص نمی کند، حائز شرایط مسئله نیستند. بنابراین این مجموعه هم عضو ندارد و در واقع همون نشانگر مجموعه تهی، یا اینطوری هم میتونید بنویسید دیگه، بهتون گفته بودم عضو هیچ عضوی ندارد دومین نمادش، یا همون مجموعه تهی دومین نمادش اینطوری هستش. خب بریم بعدی بچه ها. سوال 2 گفته که جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل درست باشه. خب باش، عبارت 5 عدد طبیعی بین 1 و 20 قرار داشته باشد یک مجموعه را مشخص حالا میکند یا نمیکند. خب بچه 5 تا عدد بین 1 و 20. سوالی که من دارم، آیا واقعا از کل جهان بخوای بپرسی 5 تا عدد طبیعی بین 1 و 20 به من بگو، همشون یه جواب میدن؟ نه، همشون یه جواب نمیدن. ممکنه یکی بگه 1 2 3 4 5، ممکنه یکی بگه 5 6 7 8 9، هرچی. ببین جواب واحد و مشخص و معینی به این عبارت ندارم بدن. چون جواب مشخص و واحد نیست پس مجموعه هم مشخص نیست، پس مجموعه هم اصلا بهش نمیشه گفت. عضوهای مجموعه باید دقیقاً معلوم باشه چیه. به هر کسی، از هر کسی تو هر جای دنیا اون عبارت رو بپرسی یه جواب واحد و مشخص بهت بده. مجموعه 2 3 4 9 دارای جای خالی عضو است. بچه‌ها این دقیقاً همون مطلبی بود که بهتون گفتم. یه نفر اشتباه کنه میگه آقا 2 3 4 9 4 تا عضو داره. کاملا غلطه. چرا؟ چون خسته شدمشو نشمرده. خسته شدم در درون خودش چه چیزهایی را دارد؟ 5 دارد، چون بعد 4 5، 6 دارد، 7 دارد، 8 دارد و بعدا 9 دارد. یعنی بچه‌ها این 3 نقطه در دل خودش 5 و 6 و 7 و 8 رو نوشته شده است برای جلوگیری از مثلا طولانی شدن 3 نقطه، و برای خسته شده، برای اینکه زیاد خسته نشیم این 3 نقطه گذاشته شده. خب حالا الان بخوای بشماری دقیق بشی، این 4 تا رو که داشت، 5، 6، 7 و چندمی؟ 8. یعنی عملا این مجموعه رو بخوای ببینی چند تا عضو دارد، 8 تا عضو دارد. از 2 تا 9 بخوای بشماری 8 تا عضو داره. مجموعه صفر و تویی دارای فلان قدر عضو است. خب بچه‌ها بخوای عضو بشماری قبل و بعد ویرگول بشمار. فقط دقت کن که تکراری‌ها رو یه بار بشماری. صفر یه عضو، تویی یک عضو، پس این مجموعه 2 عضو دارد. اما بچه‌ها مثلا من خودم یه مثال بزنم برات. مثلا نوشته تویی صفر یه مجموعه اینطوری و مثلا این مجموعه این.
اولین بار بچه شما میبینید که یه مجموعه دارم، این مجموعه که الان میخوام با رنگ قرمز بنویسم، یه مجموعه دارم که توش دوباره خودشون یه مجموعه دیگه ای هست. این فراتر از سطح کتاب درسی، ولی اینجا میخوام بهت بگم مجموعه ای از مجموعه ها. میخوام ببینم این چند تا عضو داره. بچه‌ها قرارمون این بود عضوهای مجموعه چی باشن؟ متمایز باشن، غیر تکراری باشن و مشخص باشن. این نشانگر چه مجموعی هست بچه‌ها؟ توهی. این نشانگر چه مجموعی هست بچه‌ها؟ توهی. توی مجموعه دو تا توهی نوشته شده باشه خوبه یا یه دونه توهی نوشته شده باشه خوبه؟ یه دونه. پس با اجازت یه دونه رو حذف میکنم. حالا الان یه دونه توهی حذف شد، عضوهای مجموعه شد 0 توهی و مجموعه توهی. مجموعه ای که توش یه مجموعه توهی هست، مجموعه ای از مجموعه ها. عضواشو بخوام بشمارم، یه عضو، دو عضو، سه عضو. بین ویرگولا رو بخوای بشماری میشه تعداد اعضا. پس این مجموعه 3 تا عضو داره. سوال خوبی بود. میخواستم یه تلنگری بزنم به یه ذره بالاتر از سطح کتاب درسی به بحث مجموعه ای از مجموعه ها. خب پس شما بچه یاد گرفتید عضو شمردن قلق داره. قلق 1 خسته شدم ها تو باید کامل بنویسی. قلق 2 تکراریا رو باید یه بار حساب کنی. اینم از این. آقا بعدی با توجه به مجموعه فلان داریم. خب 5 عضو ای است. خب بچه 5 عضو ای است. خب دیگه میگه چطوری می‌نویسیم؟ اینطوری می‌نویسیم دیگه. عضو بودن اینطوری. 12 عضو ای نیست. خب 12 عضو ای نیست. بله دیگه 12 عضو ای نیست بچه یعنی چی؟ یعنی 12 تو این مجموعه ای قرار ندارد. 12 تو این مجموعه نمیبینی. اینم نمادش. 12 عضو نیست در مجموعه ای، اما 5 عضو مجموعه ای میباشه. سوال 3 مجموعه متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آنها باشه. خب بچه دیگه این کاملا سلیقه‌ایه. مثلا عددهای اول یک رقمی. خب عددهای اول یک رقمی 2 3 5 7 یه مجموعه هست که توش عدد 2 وجود دارد. این عبارتش، اینم مجموعه به زبان عضوش. تمام. بعدی طبیعیای یک رقمی. خب بچه طبیعیای یک رقمی 1 2 3 تا 9 هستش و دوباره از قضا عدد 2 هم در این مجموعه وجود دارد. عبارت فارسیش مجموعه ریاضی با عضواش. ببین کاملا یه بحث سلیقه‌ایه. عددهای طبیعی و زوج یک رقمی 2 4 6 و 8 اینها اعداد زوجی هستند که هم طبیعی هستند هم یک رقمی هستند. دوباره اگه دقت کنی عدد 2 را اینجا میبینی و این عبارت بیانگر همین مجموعی است که عدد 2 در این مجموعه ها و در هر 3 تا اینها وجود دارد. من 3 تا مجموعه متفاوت نوشتم که عدد 2 عضو بشه. این عبارت فارسیش و اینم مجموعه با عضوش. پس کاملا یه چیز سلیقه‌ای هستش. اینم از این. خب بریم بچه سوال بعدی ببینیم که در مورد چی هستش، که سوالی هم نیستش و انشاءالله که براتون مفید و مؤثر واقع بشه. خسته نباشید.